جهان در آستانه سال نو 2015 قرار دارد. در تاجیکستان هم به زودی تقویم نو می شود و بسیاری ها با آرزو و نیت های تازه سال نو را پیشواز می گیرند. سال نو شما مبارک بیننده ارجمند و سال نو تو هم مبارک خیرامان. امروز در برنامه سال نو رادیو آزادی با هدیه های ژورنالیستی و برنامه های رنگ و رنگ به نزد شما آمدیم. بله طاهر، ولی همه را فوش نمی کنیم. برای تماشابینان عزیز همین را فقط میگوییم که در برابر ارزیابی های مهمترین تحولات سیاسی و اقتصادی سال برای تاجیکان و تاجیکستانیان، تبریکات ایدانه آوازخوان‌های محبوب نگینه امانقول و مهرنگاری رستم، زینوره پولادووا را از دوشنبه و آوازخوان آوازداری دسته معروف گلشن مغفرت همراه قولووا را همراه با یک سرود نوش از شهر نیویورک تقدیمتان میکنیم. بله، طبق عنعنه‌های خوبی رادیو آزادی حتما که تبریک هموطنان عزیز را از بیرون تاجیکستان، قزاقستان، اوکراین، امریکا تقدیم میکنیم. خیرامان، عموما چه فکر داری؟ کار رادیو آزادی در سال 2014 خوب بود؟ بله طاهر، سالی خیلی پرباری داشتیم همه ما. خبرنگاران آزادی امسال هم اولین شده شنونده و خواننده و بیننده هایشان را با تحولات آخرین تاجیکستان و جهان آگاه کردند. به طور خیلی فعال برنامه های خود را هم به شکل گزارش های چاپی با عکس و نوارها در شکل رادیویی و ویدیویی تقدیم کردند. و مثل همین برنامه سال نو آزادی که یک بخش مهم آن ضمناً با کمک شما بینندگان و هموطنان عزیز ما در سراسر عالم آماده شده است. تشکر بر شما. الها، سال نو 2015 هم برای همه ما یک سال خوب و پربار و موفق شود. ولی طوری میگویند سال نو خواه و ناخواه ادامه تحولات می شود که در سال کهن جای داشته است. بیایید همراه حالا از 5 رویداد یادآور شویم که در سال 2014 اتفاق افتاده روندهای سیاسی و اجتماعی تاجیکستان را تاثیرگذار شدند. سال 2014 با شدتیابی وضع سیاسی در اوکراین، اشغال کریم، تنش غرب و روسیه در این زمینه و تاثیر این تحولات به سیاست بین المللی در یادها باقی میماند. روسیه سرمایه‌گذاری جنگ‌های جدایی طلبان اوکراینی مورد تحریم غرب و اروپا قرار گرفت. روبل روسی به شدت پایان رفت و همه این وضع به طور مستقیم به درآمد صدها هزار مهاجران کاری تاثیر گذاشت که در قلمرو روسیه کار کرده بخش اساسی درآمد خود را به خانواده هایشان میفرستند. طبق ارزیابی های بانک ملی تاجیکستان در نیم ساله اول سال جاری حجم انتقال پول مهاجران به کشور 6% کم شد. نشاندادهای آخر سال از روی ارزیابی های کارشناسان بیشتر خواهد شد. روز 11 انور در مرز تاجیکستان و قرقیزستان صدای تیر شنیده شد. جانب قرقیزستان گفت در یک ماجرای بین مرزبانهای دو کشور دست کم 8 نفر اکثر قرقیزها جراحت برداشتند. این ماجرا آغاز یک بحران چندین ماهه و سبب به طور یکجانبه بسته شدن مرز دو کشور شد. مرز بهار باز شد ولی تنش‌ها کاهش نیافت. بعد این چند مناقشه دیگر مرزی در قطعه‌های سرحدی ولایت بادکند قرقیزستان با ناحیه‌های اسفاره و باباجان غفور رخ داد که منشأش بحث بر سر ذخیره‌های آبی و زمین بوده است. در دو ماجرایی که با دخالت مرزبانان مسلح سر زد، 3 شهروند تاجیکستان از جمله یک افسر نیروهای مرزبانی کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند. مذاکرات بین حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان به رهبری معاونان سروزیران هر دو کشور هرچند بیشتر شد ولی هنوز نتیجه به بار نیاورده است. سال 2014 برای مقامات تاجیکستان خبری خوش از رهبران چین آمد. در حاشیه برگزاری نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در دوشنبه بازدید رسمی پرزیدنت چین سی جین پینگ صورت گرفت. مهمترین نتیجه وعده سرمایه‌گذاری 6 میلیارد دلار به اقتصاد تاجیکستان در 3 سال آینده بود. این عظیم‌ترین مبلغ است که تاجیکستان در 10 سال‌های اخیر دسترس خواهد کرد. در برابر این رویدادهای مهم سیاسی تمام سال توجه جامعه به خصوص کاربران اینترنت در تاجیکستان به سلسله ماجراهای شهوانی و یا به اصطلاح سکس اسکاندال‌ها بدنام‌کنی حزب نهضت اسلامی جلب شد. این ماجراها از پخش ویدیوهای فاش کننده اموال ملاهای شهوت پرست شروع شدند که زیر نقاب طبابت مردمی به ناموس زنان دست درازی می‌کردند. نقطه نهایی را در این سلسله ویدیوهای به طور مخفی ثبت شده عشق‌ورزی‌های خانم گذاشت که با تاکید ناطق خبر تلویزیونی ویرتوالی نوری نهضت یک عضو حزب نهضت اسلامی از ناحیه واسه بوده است.
شاید پرتوجه‌ترین حادثه میتینگ برگزار نشده اعتراضی بود که از جانب اعضای به اصطلاح سازمان گروه 24 و عمرعلی قوتوف توسط اینترنت دعوت شد. این نخستین دعوت شرکت در یک همایش اعتراضی سرتاسری در مرکز دوشنبه بود که در سالهای اخیر از جانب افراد مربوط به یک سازمان به قول ویرتوالی اپوزیسیونی صدا داده است. مقامات از قبل ساکنان کشور را از شرکت در همه گونه همایش‌های مشکوک هشدار دادند و مسئولین مؤسسه‌های تعلیمی حضور خوانندگان و دانشجویان را در مکتب و دانشگاه تحت نظارت گرفتند. بعداً عمرعلی قوتوف در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت که هدفش آموزش افکار جامعه تاجیکستان بود که تا کجا برای اعتراض ضد حکومت آماده هستند. گروه 24 را مقامات تاجیکستان به عنوان یک سازمان تندرو ممنوع کرده مؤسسانش را مورد پیگرد قانون قرار دادند. در برابر این یادآور می‌شویم که سال 2014 سفر جوان‌های تاجیک به جنگ‌های سوریه اساساً توسط روسیه با هدف شرکت در اصطلاح جهاد شروع شد. طوری گفتیم سال 2014 پر از تحولات و گاه مشکلات سیاسی بود که بعضیش ماه‌ها دوام کرد. ما با کارشناسان در تاجیکستان مراجعت کردیم که از روی جدول 5 بلا به کار حکومت در سال 2014 بها بدهند. من فکر میکنم که بهای 5 میارزد، چون که در سالی که سپری شد واقعا هم با راهبری پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان و با تشبس‌های بی‌واسطه او در ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق پیشرفت‌ها به دست آمد. تاجیکستان همزمان با دستاوردهای بسیار خوب هم نایل گشت. اگر از روی در مورد اگر با مثال ها گویم، مثلا حجم افزایشی مجموع محصولات داخلی جمهوری در حدود 5 تا 7% افزایش هم یافته است. این نشان دهنده دلیل روشن اون است که من فکر میکنم که در همه ساحه‌های خواجگی خلق واقعا هم در استحصالات، هم در بخش‌های فرهنگ و هم در ساحه‌های ساختمان و دیگر عموما موفقیت‌های قابل ملاحظه هستند. بنده بر آن هستم که البته همه گونه بهاگذاری‌ها نسبی اند، ولی اگر واقعا سخن درباره بها به فعالیت‌های هر سه شاخه حکومت، حاکمیت اجراییه، قانونگذار و سودی در تاجیکستان برای سال 2014 می رود، فکر می کنم بهای بالاتر از 3 گذاشتن اشتباه می بود و یا دروغگویی و یا ترغیبات دقیق ترش. و فکر میکنم که انتخابات پارلمانی سال 2015 که در ماه مارس برگزار خواهد شد، مردم تاجیکستان با این وضع اجتماعی، اقتصادی و بحرانی که در آن قرار دارند بهای درست خواهند داد و این پیش از همه در اشتراک در انتخابات معلوم خواهد شد. هرچند 1% هم باور ندارم که حکومت فعلی انتخابات برگزار کند، دقیق ترش مثل 20 سال پیش هم یک صحنه سازی بیش خواهد نبود. به نظر شما توجه و یا پریوریتیت حکومت در سال 2015 چی خواهد بود؟ حکومت تاجیکستان را ضرور است که اگر واقعا میخواهد حکومت مردمی باشد، حکومتی باید باشد که فعالیت‌هایش با ثمر باشند، پس باید اصلاحات جدی سیاسی و ساختاری را پیاده کند. نظام یک حکمرانی در کشور را باید به دست خود برهم زند و با اون آبرو و ایمیجی که و سطح دستگیری مردمی که امروز پرزیدنت امامعلی رحمان دارد، او حداقل برای 1 یا 2 سال دیگر همچنین کارت بلانش از مردم هم دارد و باید این گونه اصلاحات ساختاری و سیاسی جدی باید پیاده شود. وقتی که پرزیدنت امامعلی رحمان میگوید که در جیبش
کادر ندارد او باید فهمد که باید انتخابات های آزاد پارلمانی را اجازه داد در تاجیکستان تا دهها و صدرها کادرها در سطح مجلس های وکیلان خلق ناحیه و شهرها و مجلس نمایندگان پیدا شوند و واقعا از قشرهای گوناگونی مردم در مجلس نمایندگان نمایندگی کنند. من فکر میکنم که در سال نو، در سالی که ما امروز در آستانه آن قرار داریم، مقامات جمهوری بیشتر به بنیادی به تشکیل و تأسیس جایهای نوی کاری اعتبار بیشتر میدهند، چون که ما مشکلات مهاجرت داریم. مشکلات مهاجرت برای ما پرابلم بسیار مهم است و حل آن در نزد حکومت جمهوری از مسئله های اول به حساب می رود و تا این وقت من فکر میکنم در دوام سال در حدود، اگر خطا نکنم، زیاده از 230,000 جای نوی کاری هم تأسیس داده شد. ما نمیگوییم که جایهای کاری نو نمیرسند، جایهای کاری نو هستند، لیکن بنابر کمبود معاش، کمی معاش، جوانان و عموما اونهایی که قابل مهنت هستند، نفرایی که قابل مهنت هستند، اونا بیشتر میخواهند که معاشی خوبتر دریافت کنند. به همین خاطر است که صف مهاجران زیاد شده است و فکر میکنم که در سال نو جایهای نوی کاری بیشتر مهیا کرده میشد و جوانان ما در جمهوری خودمان مشغول کار میشند و این تاجیکستان و این وطن محبوب خودمان را آباد و آسوده میگردانند. و یادآور میشویم که سال 2014 سال اسب بود، یک سال پرتشویش برای بسیاری ها، سال برطرف سازی مشکلات و چالش های نو نیست. اگر جدی بگویم حیات سیاسی تاجیکستان پر از حوادثی بود که بعضی از آنها را می شود چون آغاز چالش های نو برای کشور ارزیابی کرد. و یکی از ماجراهای دوامداری که هر سری چند وقت هوش کاربران اینترنت و عموما ساکنان تاجیکستان را می برد، به اصطلاح سکس اسکندال ها بود که به اسم مذهبی ها و حزب نهضت اسلامی پیوند داده می شد. این ماجراها که همه با یک شیوه ثبت های ویدیویی پنهانی از حیات محرمانه آماده شدند، از جانب کارشناسان چون اصول مبارزه با اپوزیسیا عنوان شدند. در همین حالت هم رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از صبر و تحمل کار گرفت و بعداً در صحبت با آزادی رئیس حزب گفت این عملهای خجالت آور در اصل ضربه نه تنها به حزب بلکه به آبروی تمام ملت تاجیک بود. پاره از صحبت ویژه محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را تماشا کنید. سال 2014 یک سال بسیار پرچالش و از سوی بسیار پرماجرا برای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم بود. برجسته‌ترین سلسله ماجراها مربوط به اصطلاح سکس اسکندال ها بود که طریق شبکه‌های تلویزیونی و همینطور شبکه‌های اجتماعی نشر می‌شد. ولی در اکثر حالت‌ها شخصا شما از شهر قضیه‌های بدنام‌کننده حزب نهضت خودداری می‌کردید. یعنی سبب چیست؟ آیا می‌شود شما در یک مسئله‌ای که از قبل ساخته شده است، بر ضد ملت معنویات روانه شده است، وارد بحث شوید و با یک طرف بحث کنید که اصلا چهرهش رو پنهان می‌دارد؟ موقع نهضت همین بود که نباید در این مصیبت ملی ما وارد بحث شویم. واقعا یک مصیبت ملی است. کسی در دایره حکومت کار میکنن آدمانی عاقل هستند، با فرهنگ هستند، واقعا خجالت شدند. خب ما در آستانه سال نو میلادی قرار داریم و من از نام رادیوی آزادی شما را به مناسبت سال نو میلادی 2015 صمیمانه تبریک میگم و سوال من این هست که شما خانواده شما سال نو را تجلیل میکنید یا خیر؟ من هم در نوبت خود شما و تمام کارمندان رادیوی آزادی و بینندگان خوانندگان شما رو با فرارسی سال نو 2015 تبریک میگویم و این یک سنه صرف
астрономӣ ҳаст ва набояд мо ин санаро ҳамчун шурӯъи соли нав тобиши мазҳабӣ динӣ ё қавмӣ бидиҳем. баъзеҳо ҳатто ҷудо аз соли нави григорианӣ ба ҷашни наврӯз ҳамчунин баҳсҳоро ворид мекунанд ба дигар ҷашнҳои миллиамон. ҳама чизро бояд дар ҷои худ шинохт. мо ду ҷашни динӣ дорем, иди динӣ дорем, иди саиди фитр ва иди қурбон, иди рамазон ва иди қурбон ва чанд иди миллӣ дорем, аз он ҷумла ҷашни наврӯз, рӯзи истиқлолият, рӯзи ваҳдати миллӣ ва чанд ҷашнҳо ва идҳои ҷаҳонӣ дорем ки башарият онҳоро пазируфтааст, қабул кардааст. якеш ҳамин ҷашн гирифтани соли нав ҳаст ва масалан агар шарқиҳо, чиноиҳо ки соли навашон якаме дертар шурӯъ мешавад, агар мо як чиноиро ё ҷопониро ҳам ба фарорасии соли нави онҳо табрик кардем, ин на танҳо хилофи ислом аст, балки айни ислом ҳаст, чун паёнбари акрам моро тавсия карданд, насиҳат карданд ки бо ҳамаи башар хушмуомила бошед, дӯст бошед, дӯстӣ кунед ва агар як амали мо боиси наздикшавии мо бо як инсони дигар шавад, аз дини дигар ҳам бошад, аз минтақаи дигар ҳам бошад, ин амали савоб аст ва мо бояд онро анҷом диҳем ва бори дигар ҳамаи шуморо табрик мегӯям. ҳатман мо дар доираи хонаводагӣ на ҳамчун як ҷашни мазҳабӣ ва ҳатто на ҷашни миллӣ, балки як агар ҳамсояҳое дорем ки рус ҳастанд, русзабон ҳастанд, гоҳо онҳоро табрик мекунем ва як шириние онҳо оварданд, мо ҳам мепазирем ва шириниҳоям барошон омода мекунем ва як ҷашни хонаводагӣ хурдакак дорем. соли 2015 дар тоҷикистон интихоботи парлумонӣ баргузор мешавад ва аз охири соли 2014 ҳизбҳои сиёсӣ барои ширкат дар ин корзор омодагӣ мебинанд. яке аз масъалаҳои муҳим овоз ва ё ширкати муҳоҷирони кории тоҷик дар ин райдиҳ ҳаст. طبق آماری کارشناسان در شهر و مناطق روسیه حدوداً 1 میلیون ساکن تاجیکستان مشغول کار و زندگی است. ضمناً طاهر 2 هفته پیش از سال نو شیر محمد شاهیان رئیس کمیسیون انتخابات تاجیکستان در صحبت با خبرنگاران این رقم را رد کرد و گفت که شمار شهروندان مشغول کارهای موسمی به مراتب کمتر است. شاهیان باور دارد که روز 1 مارس سال 2015 که انتخابات پارلمانی کشور به همان روز تعیین شده است، اکثر شهروندان در داخل کشور خواهند بود. و خوب سنجیدن درستی این رقم ها کاری آسان نیست خیرامان، ولی همین چیز یقین است که مهاجران تاجیک با وجود دوری از وطن و سرگرم حل مسائل اقتصادی بودنشان نسبت کشور خود بی‌پروا نیستند. 1 مارس سال 2015 در روزهای برگزاری انتخابات پارلمانی نقطه‌های آغازدهی در شهر مسکو در سفارت جمهوری تاجیکستان، در شهر یکترینبورگ در بینای کنسولگری جمهوری تاجیکستان در یکترینبورگ و در شهر اوفا جمهوری باشقردستان در بینای کنسولگری گنرالی ما در شهر اوفا برگزار کرده شود. من فکر میکنم که مشکلی نیست، زیرا که ما تجربه کافی داریم و کوشش میکنیم که هموطنان در این معرکه مهم سیاسی فرا گرفته شوند. با استفاده از فرصتی که فراهم آمده است، همه هموطنان عزیز و ارجمند و در قلمرو فدراسیون رسی و بیرون از آن که دایره فضای اطلاعاتی رادیوی آزادی نهایت وسیع است، صمیمانه با فرارسی سال نو تبریک و تهنیت میگیم. یگانه آرزوی ما این است که در سرزمین عزیز و ارجمند ما کشور ما جمهوری تاجیکستان همیشه صلح و ثبات و آرامی حکمران باشد. خواهان آن هستیم که مثل همه خلق‌های پیشرفته جهانی معاصر فکر میکنم که مردم تاجیکستان خواه در بیرون خواه در داخل کشور جانبدار آنند که در سیاره ما، در سرزمین ما، عموما در سراسر جهان آرامی باشد، ثبات باشد، پیشرفت و ترقیات باشد. سال نو مبارک هموطنان عزیز. ضمناً امسال در مسکو در شب و روز تجلیل نوروز کنسرت کلان آوازخوان‌های تاجیک هم برگزار شد. حسن حیدر و بهرام غفوری هزارها تاجیکان مشتاق آهنگ‌های وطنی را در تالار کنسرتی روسیه و ورزشگاه لوژنیکی به هم آوردند. درباره موسیقی گفته طاهر سال 2014 فکر میکنم برای آوازخوان نگینه امونقول و خیلی سال با برار بود.
чанд таронаи нави худ аз ҷумла дар оғӯши ту ва мавригиро тақдими ҳаводоронаш кард, ки баъзоди аз пуртарафдортарин оҳангҳо шуданд. дар шабакаи интернет ҳам сабти клипҳои ин оҳангҳоро хеле зиёд тамошо мекунанд. зиндан худи Нигина ҳам дар натиҷагириаш аз соли рафта истода дар суҳбат бо мо хеле хушҳол буд. мисол барои шумо як соли хеле бобарор буд ва сурудҳои шумо имсол дар миёни сурудҳои сершунавандатарин ҷой гирифтанд. саломат бошед. аввал салом арз мекунам ба кулли шунавандагон ва бинандагони радиои озодӣ ва бо соли нави мелодӣ меомадагӣ ҳамаи шуморо табрик мегӯям ва мехоҳам ҳамеша хушбахт, сарбаланд ва дар соли нав комёбиҳои нав ба нав ба даст оред. Нигина аз соле ки сипарӣ шуд розӣ аст? барои ман имсол гӯем соли муваффақтарин буд. хато намекунам, акн ояндаро ҳечи гуфта наметавонам, чун тавонистам имсол сурудҳое сабт кунам, клипҳои ба наворо биёрам ва дар эҷодиёти худам ҳам чизое пайдо кунам, ки ба кулли мухлисонам писанд омад ва бисёр аз ин сол миннатдор ҳастам, чун консертҳои зиёд доштем, чун бо мухлисонам рӯбарӯ будам ҳама вақт давоми сол. бале, бисёр розӣ ҳастам аз ин сол. Нигина чун имсол ки гуфтед бароятон соли хеле муваффақам буд ва сафарҳо ҳам доштед ба хориҷ аз кишвар, вале сафарҳои шумо нисбатан камтар аст. чаро? чун мо зиёдтар сафарҳои ҳунарӣ ки аз тавассути чӣ мешавад рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон дар ягон давлат мешавад, бо ин сафарҳо метавонем фақат сафар карда, чун бисёр чорабиниҳои ҳукуматиамон зиёд аст дар Душанбе ва аз ин сабаб бисёр хориҷа рафта наметавонам, чун чорабиниҳомон бисёр зиёд асту вақт кам аст. аз соли 2015 барои худатон ҳамчун ҳунарманд чӣ орзу доред? шояд нақшаҳои ҷиддие доред ки бояд амалӣ кунед? бале, нақшаҳо зиёд ҳастанд, чун ният дорам боз як консерти ҷадид дар соли 2015, аввали соли 2015 барпо кунам дар иншоалло дар кохи Борбад ва бисёр нақшаҳои дигарам дорам. мегӯянд агар нақшаи худро гӯӣ амалӣ намешавад, барои ҳамин ҳамаша гуфта наметавонам. соли нави Нигина ҳам муборак шавад ва суҳбату оҳангҳои овозхонҳои дигар низ дар навбат ҳаст. барномаи соли нави радиои Озодиро пайгирӣ кунед. соли 2014 аз нигоҳи глобалӣ ё байналмилалӣ агар нигоҳ кунем, ҳамчунин як соли соддае набуд. ғазби нимҷазираи Крим аз ҷониби Москав ва шурӯи хушунатҳо дар шарқи Украина аз таҳаввулоте шуд, ки ба ҷараёни маъмулӣ дар бисёр кишварҳо таъсир гузошт. бо ҷоришавии таҳримҳои иқтисодӣ дар нисбати Русия, қимати маводи ғизо ва мутаносибан арзиши асъори хориҷӣ якбора боло рафт. ва оё вазъи иқтисодии кишвар ҳоло дар ин остонаи соли 2015 чӣ гуна аст? Ба ин ва дигар саволҳои мо раҳбари маркази бозори озоди Тоҷикистон Нозим Эшонқулов посух медиҳад. мушкилоти геосиёсии Русия ва поинравии қимати нафт дар бозори ҷаҳонӣ ба иқтисоди миллии ин кишвар таъсир гузошт ва ба кишварҳои вобаста аз иқтисоди Русия аз ҷумла Тоҷикистон ҳам асар кард. аз ҷумла интиқоли ҳаҷми пулҳо ва мизони воридоти молу муомилаҳои тиҷоратӣ бо Русия коҳиш ёфт. Сандуқи байналмилалии асъор пешгӯӣ мекунад, ки дар Русия суръати рушди иқтисод 1% коҳиш ёфта, дар Тоҷикистони вобаста аз иқтисоди Русия 0.5% кам мешавад. беқурбшавии сомонӣ дар пайи рукуди рубл сабаби суръатёбии инфлятсия ё таваррум мешавад ва он эҳтимолан имсол 6.5% ташкил диҳад.
سال گذشته این نشانداد 5% را تشکیل داده بود. با سبب اینکه وابستگی اقتصاد از دلار آمریکایی 60% را تشکیل می‌دهد، همه گونه تغییر در قرب پول آمریکایی به طور مستقیم به نرخ‌گذاری‌ها در تاجیکستان تأثیر خواهد کرد. شروع موسم کشت، آغاز سفر مهاجران کاری به روسیه و تدبیرهای فوند ذخیروی ایالات متحده آمریکا باعث بالاروی قرب دلار می‌شوند و عین زمان باعث بالاروی میزان تورم در اقتصاد کشور که احتمالاً 8% را در سال 2015 تشکیل خواهد داد. خوب، پس در چنین شرایط یا شما برای آدمان عادی ساکنان قطاری تاجیکستان چی مشورت دارید؟ اگر یک کمی ذخیره پولی داشته باشند، با کدام اساس این پولهای خود را نگه دارند؟ در شرایط بی‌قرب شوی با سرعت پول ملی، شهروندانی که ذخیره‌های پولی در اختیار دارند باید تدبیر برای یک اندازه حفظ کردن قرب این پولها بیاندیشند. بی‌شبهه در چنین شرایط کدام یک راه فوق‌العاده نجات بخش بودن نمی‌تواند، چونکه انفляция یا تورم به همه گونه اسعار خارجی تأثیر کرده می‌تواند. تنها فرقش در سرعت تغییر قرب یا ارزش خریداری این پول‌ها است. ولی اگر ما پول ملی تاجیکستان سامانی را با قرب دلار آمریکایی، یورو یا دیگر اسعار مقایسه کنیم، بی‌شبهه باید اعتراف کنیم که اسعار خارجی نسبتاً باثبات‌ترند. از همین خاطر مشورت این است که ذخیره‌های پولی را بهترش دیورسیفیکاسیون کنند، یعنی طوری میگویند به هیچ صورت تمام تخم‌ها را در یک سبد انداختن نشاید. اگر ذخیره‌های کلانی پولی داشته باشید، بهترش آنها را قسماً با دلار، قسماً با یورو و حتی با یوان چینی برگردانده ذخیره کنید. تشکر. و این اقتصادشناس و رهبر سازمان مرکز بازار آزاد تاجیکستان ناظم اشامخالوف. طور این اقتصادشناس محترم هم گفتند پیامدهای رویدادهای اوکراین بر روند اقتصادی تاجیکستان هم تاثیرگذار شده است، ولی فراموش نکنیم که خشونت‌ها در شرق این کشور روند تحصیل بسیار دانشجویان تاجیک را هم به هم زد. ضمناً خیرامان همین چیز معلوم شد که آیا در زمان شروع نزاع‌ها و بعد آن شمار محصلان تاجیک در اوکراین چقدر بوده است؟ طاهر، از روی اطلاع دریافتی کاربران سایت آزادی، از 20 دانشجوی تاجیکی که در اوکراین تحصیل می‌کردند، 8 نفرشان با سبب ناامنی‌ها این کشور را ترک کرده به کشورهای دیگر برای تحصیل رفتند. 12 نفر تحصیلشان را ادامه می‌دهند. اینها در اکادمی علاقه، دانشگاه پلی‌تکنیکی و هم در رشته تکنولوژی خوراک تحصیل می‌کنند. و یکی از شهرهای میزبان دانشجویان تاجیک شهر ادیس است که در آنجا اکادمی مخابرات، در اکادمی مخابرات هموطنان ما نیز تحصیل میکنند و با کمک صاحبکاران حتی یک اتاق تاجیکان را هم در اینجا تأسیس دادند. این مکان برای سرجم کردن تاجیکان و هم برگزاری محفل‌های ملی استفاده می شود. از ادیس عبدالجبار علیف، دانشجوی سال 4 اکادمی مخابرات، تبریکات سال نو خود را به ما فرستاد. салому дуруди хешро ва рафиқони худро ба тамоми мардуми шарафманди тоҷикистон, ба падару модарони азиз, ёру рафиқону дӯстон баён менамоям. имрӯз мо дар арафаи соли нави мелодӣ қарор дорем. соли 2014 барои ман соли фаромӯшнашаванда, соли нек ва соли бобарор буд. орзуи онро дорам ки он амалҳои неке ки дар соли 2014 ба пуррагӣ амалӣ нагаштанд, бигзор дар соли оянд ҳамаи онҳо ҷомаи амал пӯшанд. ва таманниёти онро дорам ба мардуми шарафманди тоҷикистон, ба ёру дӯстон ғамро набинанд, ханда дар лабонашон ҳувайдо бошад, зиндагии нек, осоишта ва дар сархони пурнозу неъмат нисори ҳар якояки шумо бошад, ҳамватанони азиз. از دوستان فعال رادیوی آزادی دانشجویان قزاقستان هم طاهر یک سلسله تبریکات خیلی خوب و صمیمی گرفته ایم که فکر میکنم نه تنها برای کل تماشابینان برنامه بلکه برای خویش و نزدیکانشان هم قابل توجه خواهد بود. تماشا میکنیم. هموطنان عزیز، سال نو مبارک باشد. السلام علیکم هموطنان عزیز گرامی قدر.
شما را با فرانسه سال نو میلادی تبریک گفته و شما خانه آبادی تن و جان صحت شادی و خرسندی را آرزومندم. سلام علیکم هموطنان عزیز، همه شما را با فرانسه سال نو میلادی تبریک مبارک باد گفته و شما عمر درازی به برکت خواهانم. بگذار در خاندانشان هم وقت خوشی و خرسندی و در آسمان عمر شما هم وقت محتاب خندان درخشان باشد. سال نو میلادی مبارک هموطنان عزیز. سال نو مبارک هموطنان عزیز. هموطنان عزیز سال نو مبارک. салом алейкум ҳамватанони азиз, ҳамаи шумоёнро бо фарорасии соли нави милодӣ табрик менамоям. Соли нав муборак, ҳамдиёрони азиз. Поздравляю всех таджикистанцев с Новым годом от вашего дружного кыргызстанского друга. ва дар идома ёдовар мешавем ки як сюрпризи дигаре дорем барои тамошобинони азиз. ин суҳбати ихтисосии овозхони маҳбуб мағфират ҳамроқулова аз Нью-Йорк ҳамроҳ бо як оҳанг ё премьераи суруди наваш. و متاسفانه خرامان سال 2014 ما نه تنها خبرهای خوب و خوش دسترس کردیم، خبری از جانب افراد یک قبیله یمنی ربوده شدن همشیره شفقتی از تاجیکستان 2 ماه آخری سال 2014 نه تنها خبرنگاران بلکه بسیاری از ساکنان تاجیکستان را نیز در اضطراب انداخت. گلرخسار رافیوی 36 ساله آخری ماه اکتبر در راه به جای کارش ربوده شد و تا هنوز آزاد نشده است. عجیبش این که تا هنوز معلوم نیست ربایندگان چی میخواهند، با کدام هدف این خادم تیپ از کسلخانه نظامی منطقه معریب در دست آنها نگه داشته می شود و چرا عملیات مقامات یمن برای آزاد کردن گلرخسار در این مدت همانا نتیجه نداده است. بله، ضمناً حالا در این باره ما نظر نماینده یک شرکت طبی روسی حیدر ایوبوف را از یمن داریم که قضیه اطراف گلرخسار را شرح می‌دهد. از آنجا که از ربوده شدن خواهر شفقت رفیع گلرخسار قریب 2 ماه سپری می شود، البته نگرانی و گفتگوها پیرامون این قضیه زیاد است. ولی یک چیز مسلم است که او در سلامتی کامل و عافیت کامل قرار دارد و در بین زنهای قبیله که او را ربودند با خورد و خواب تأمین است و بنا به معلومات مقامات امنیتی کشور یمن او همچون در بین قبیله که او را ربوده است با او مناسبتی نیکی انسانی میکنند. دیگر چیز را باید قید نماییم که تعصبات عربی قبیلوی نمیگذارد که نسبت زن جنسی لطیف یگان حالت زوراوری یا یگان رفتارهای غیر شرعی انجام گیرد که این بسیار در بین قبیله ها هست و محض همین نکته است که همکاران او در بیمارستانی که در ولایت معریب است و کارمندان ساحه تندرستی این ولایت، زنها و نهایتاً سران قبایلی که در این ولایت معریبی کشور یمن به سر میبرند با اعتراضها، نمایشها و طلبهای خود از راهبریت و از مقامات امنیتی کشورشان زودتر آزاد نمودن او را تقاضا کردند. آرزو میکنیم که به زودی گلرخسار رافی و آزاد شود و طور قبل از همه این همه گروگانگیری ها میخواست به نزد فرزندان و پدر و مادر خود در شهر پنجکند برسد. بله، برنامه سال نوی رادیوی آزادی ادامه دارد. سال 2014 واقعا هم خیلی سرخبر بود و ژورنالیستان تاجیک به خصوص کارمندان رسانه‌های مستقل واقعا هم خیلی فعالانه و پیگیرانه رویدادهای مهم را پوشش می‌دادند. رقابت رسانه‌ها به فکر من طاهر خیلی شدید بود و به همین احساس هم باعث خیلی زیاد و سری وقت پهن شدن خبرها می‌شد. ولی ضمناً خیرامان در این باره ما حالا میتوانیم نظر یک کارشناس همکاری سابق آزادی و هم یک مشاور را در ساحه کاری وسایط اخبار عمومی تاجیکستان فیروز براتوف بشنویم که با ما در استودیوی شهر پراگ همراه می شود. فیروز خوش آمدی
نظرت به کاری رسانه‌ها در سال 2014 چیست؟ تشکر زیاد طاهر و من نخست میخواستم بگویم که سال 2014 برای مطبوعات تاجیکستان گویم که سالی مؤثر هم بود، زیرا رسانه های خبری تاجیکستان بخصوص رسانه های مستقل درک نمودند که برای جلب بیننده، خواننده و اودیتوری خود آنها باید از اصول های مؤثرتر استفاده کنند و جالب این بود که اکثر رسانه های مستقل محلی کوشش نمودند تا از اصول های چند رسانه‌ای استفاده کنند و توجه مخصوص روانه شد برای رشد و سیقل دادن سامانه های اینترنتی آنها و موفقیت دیگری همکاران ما در تاجیکستان این بود که ژورنالیستان جوان هم به اندیشه من سویه کسبی آنها بالا رفت و شماری خبرنگاران جوانی که از ژورنالیستیک چند رسانه‌ای استفاده می‌کردند، یعنی همزمان عکس و موادهای خود را با همزمان گزارش‌های خود را با عکس و ویدیو و صدا تهیه می‌نمودند، آن هم کم نشدند و فکر می‌کنم در سال 2015 اگر همکسبان ما و عموما رسانه‌های مستقل تاجیکستان آنها با درک نبض بازاری وسایل اخبار عامه فعالیت خود را راه اندازی کنند موفق خواهند شد. تشکر فیروز و سال نوت مبارک. تشکر. سال 2014 برای من یکی از بهترین سالها بود که من چه آرزوهایی که داشتم جامعه عمل پوشید و سفرهای هنری کردیم در کشورهای خارجی، کنسرت‌های خود رو برپا کردیم و کلیپ‌های نو آماده کردیم که روزهای نزدیک به دست مخلصان میرسد و بهترین سال من سال 2014 بود. نقشه ها زیادند و همش با خواست خدا. نقشه دارم که در سال 2015 البوم نوی خود رو پیشکش مخلصان کنم، کنسرت های خود رو برپا کنم و همین طور. دیدنی رویش محاله، قدکش نودنی حاله، گفتم برم به سراغش وای هوایی کوچه شماله. دیدنی رویش محاله، قدکش نودنی حاله، گفتم برم به سراغش وای هوایی کوچه شماله، هوایی کوچه شماله. سال نوتان مبارک. و در ادامه برنامه تبریک هموطنان را از امریکا هم پخش خواهیم کرد. برنامه را پیگیری کنید. رادیوی آزادی در سال 2014 تلاش کرده است اولین شده خبرهای مهمی کشور را به خواننده و شنونده اش برساند. این همه تلاش ها بدون کار ژورنالیستان کسبی و عاشق کار خود غیر امکان است. و سال 2014 خبری معصوم محمد رجب همکار ما در خوجند درباره جنگ های سوریه و به سوریه رفتن 20 ساکن دهه 4 قشلاق ناحیه اسفر خبرساز شد و بار دیگر جدیت مسئله شرکت شهروندان تاجیکستان را در جنگ‌های خارجی تاکید کرد. معصوم محمد رجب برای این گزارش برنده جایزه سال رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شد. یک همکاری با استعداد دیگری ما مومن احمدی هم با کارهای فوق‌العاده‌اش در سال 2014 یکی از خبرسازترین ژورنالیستان تاجیکستان بود. حالا او در مهمانی ما است در شهر پراگ. مومن به برنامه سال نوی ما خوش آمدی و واقعا یکی از گزارش‌های جالبی که در سال 2014 داشتی گزارش درباره گدایی بود که خودت نقش گدا را اجرا کردی و در ظرف 10 دقیقه 30 سامانه جمع آوردی. آیا این نشان دهنده خیرخواهی مردم یا سخاوتمندی مردم تاجیکستان هست؟ تشکر طاهر. وقتی که این گزارش نشر شد بسیاری ها چنین نظر داشتن که ما کاری گداها رو پس زدیم و تا جای چنین اندیشه داشتن که ما گداها رو از یک لقمه نان خیش
میمونیم. اما هدف ما این نبود خواننده‌های زیادی سامانه ما با آن درک رفتن که ما نمایش دادیم که مردم ما در سمت خیرخواهی و هیچ چیزی دیگری توجه نمیکنند و هر جایی ببینند در ظاهر اگر نفر درمانده باشند حتما با آن کمک میکنند و این ویدیوی ما هم یک پیام داشت که هنگام ارسال و یا دادن کمک باید احتیاط کنند تا کمک های آنها بر هدر نرود و به آن نفرانی برسد که واقعا احتیاج به کمک دارند. و در واقع چند به شهر پراگ از ژنو برگشتی از نشست در سازمان ملل درباره این نشست کمی میگفت. بله، بخش سازمان ملل در سمت حفظ محیط زیست یک مستر کلاس برگزار کردن برای 2 روز. اونجا برای ما آموزش دادن که چطور ما درباره حفظ محیط زیست و حیوانات نادری که در تاجیکستان و در آسیای میانه به سر میبرند مطلب بنویسیم و این حیوانات های نادر که در کوهستان بدخشان و در دیگر بلندکوهای تاجیکستان زندگی میکنند باید حفظ کرده شوند، زیرا شمارشون خیلی کم باقی مانده است و فکر میکنم که خبرنگاران ما و دیگر خبرنگاران تاجیکستان در سمت حفظ و نگهداشت حیوانات مطلب های زیاد به نشر خواهند رساند. و تشکر عبدالمومن و امیدواریم سال 2015 نیز همیشه با گزارش های جالب و برنامه های ما بیایید و همراه ما باشید. تشکر. سال 2014 یکی از مسئله‌های مورد توجه مطبوعات تاجیک قضیه صاحبکار زندانی زید سعیدов بود که دادگاه تجدید نظر حکم 26 سال زندان او را به تغییر گذاشت. صاحبکار را در یک قطار جنایت‌های اقتصادی و هم دست درازی به ناموس نابالغ گناهکار کردند، هرچند خود او این اتهامات را رد و تاکید می‌کند که حکم او صرف انگیزه‌های سیاسی دارد. سال 2014 2 وکیل دفاع زید سعیدов هم زندانی شدند. بعد 8 ماه بازداشت فخرالدین زاکروفی متهم در یک عملیات بانکی با حکم عفو آزاد شد و از حمایت حقوق زید سعیدов کنار رفت. دادگاه شهرت قدرتov ماه دکبر تازه شروع شد و او که در دادن پوره متهم می شود در روز اول مرافعه به بیگناهیش تاکید کرد. منقدان میگویند که قضیه های وکیلان دفاع هم ادامه فشار به زید سعیدov و اطرافیانش است. و حالا در صحبت از دوشنبه پسر بزرگ صاحبکار خیرالله سعیدov است. خیرالله از حکم گرفتن پدر شما 1 سال گذشت. تلاش شما برای بازبینی شدن پروندهش در دادگاه کاساسیونی هم نتیجه نداد. این همه دو تاز و تلاش ها برای آزاد کردن پدر شما را ناامید نکرده است؟ سال دشوار، خیلی سال دشوار بود و دوری از پدر، امید اینکه حالا با هر بهانه یک بار پدرمون رو بینه. خیلی خوب جایی بود که در طول 1 سال و 2 ماه 3 ماه برادرانم، من که در دادگاه پدرم را می دیدم ولی خب برادرانم تا 1.5 سال بیشتر ندیدن پدرم را. حالشان در بازداشت چگونه است؟ از شرایط نگهداشت و مناسبت زندانبان‌ها شکایت نمی‌کنند؟ معلول است، یعنی از یک دست محروم است و کسی که مریض معده دارد برای اون کس خیلی دشوار است در اونجا بودن، چون در آزادی هر ماهی هر 2-3 ماه 1 بار معالجه میکرد و خود را از این نظر یک کمی نگاه میداشت. خب همه میدونن چقدر دشواری ها با سرش آمد و شاید این فکرها و این مشکلات سبب خروج درد معده‌اش رو بیشتر میکنه. حالا فقط امید دارم که او خوب باشد و همین رو میتونم بگم که با او مثل دیگر زندانی ها برخورد میشود، نه کم نه زیاد. و عنعنه است که هر سال نو انسان با آرزو و نیت های نیک از زندگی را ادامه میدهد. شما چه آرزو دارید؟ بله، آرزو احواز زیادی داریم. سراغ آرزو دارم که خداوند به پدر من، به من، به خانواده ما، به همه ما صبر دهد که این دوری پدر و مخصوصا پدرمون که در اون کنج زندان است با او صبر دهد و شفای کامل برای او عطا کند. و خب آرزو حواس همین است که پدرمون هر چیز زودتر آزاد شود. امید و باوری دارم که مقامداران دولت
فکر و نیت خیر پدری من را خوب احساس کردند و اینچنین از رهبریت کشور محترم جناب عالی امید زیاد دارم که به واسطه مسئله پدری من رو پیگیری میکند و مژده اینه که برای ما در سال آینده میرسد. واقعی به مردم شریف تاجیکستان سال نو میلادی را تبریک و تهنیت گفته تمنای اون رو دارم که سعادت روزگار همیشه نصیبشون باشه. خیرالله سعیدов پسری صاحبکار زندانی زید سعیدов بود. سال 2014 مود ملی تاجیکی واقعا هم اکتوالی و خیلی مطرح بود. طراحان ملی از متاهای معروف تاجیکی لباسهای رنگ و برنگ آفریدند. آوازخوان‌های زیاد این لباس‌ها را تبلیغ کردند. من مثلا از این چیز خیلی شاد می‌شوم طاهر. بله، لباس‌های ملی خیلی زیبا هستند خیرامان و یکی از مبلغان لباس ملی و هم شخصی با سلیقه و آوازخوان جوان مهرنگار رستم و زینورا پولاد و با تبریک هوادارانشان آمدند. همه تماشابینان و خوانندگان رادیو آزادی رو با سال نو تبریک میگویم. بگذار این سال نو میلادی برای همه مخلصانم و تماشابینان خوانندگان رادیو آزادی پرفیض و باورار باشد. بگذار آسمان تاجیکستان همیشه به غبار باشد و سال 2014 برای من بسیار یک سال خوب بود که من در بسیاری چاره‌بینی‌های اشتراک کردم، در چاره‌بینی‌های حکومتی و سفرهای هنری داشتم. در نگفته نماند در جلو سرانده بهترین سال گشتم که حتی من امیدوار نبودم که این جایزه رو میگیرم و برای همین بسیار یک سال پربرکت برای من بود و بسیار هم شدم و سرودهای نو به نو ایجاد کردم که پیشکش مخلصانم گرداندم و باز در سال نو میلادی در این سال می آمدگی نیت ها زیاد دارم که مثلا کنسرت خودم رو برپا کنم، سرودهای نو به نو ایجاد کنم، کلیپ های نو پیشکش مخلصانم گردانم. این نقشه اساس ترینی من می باشد. از سرودهای جدیدم یک 4 مصرع برای مخلصان عزیزم میخونم. خداوندا بگو بر او مرا از جنتی عشقش به نار غم نکوچاند. فقط یک دل به من دادی بگو حالا دلی من را نرنجاند، دلی من را نمیراند. زی دستی گرمی تن سوزش بگیر آن سوزنی اندو نمان در پیکری عشقش لباسی مرگ دوزاند. نمان در پیکری عشقش دخانی غم فروزاند. خداوندا بگو بر او مرا از جنتی عشقش به نار غم نکوچاند. فقط یک دل به من دادی بگو حالا دلی من را نرنجاند، دلی من را نمیراند. سال نوتان باز یک بار دیگر مبارک باشد. اولو سلامی خودم را به شنوندگان و بینندگان آزادی میرسونم. این سال 2014 برای من یک سال فراموش نشونده بود و هست، ولی که همه سالها برای من فراموش نشونده اکو این سال هم همچنین و برای آنکه بسیار کلیپ های نو ثبت کردم و سرودهای نو و سفر هنری به کشور خارجی داشتم. بسیار خوب بود این سال برای من. سال 2014 ما یک کلیپ ثبت کردیم با نام دف بزنیم
چطور میدونیم که آهنگش از هنرمندی شناخته‌ای منیژه دولت است و سخنهایش از آرونی راهون. بسیار آهنگ عجایب آمدگی و فکر میکنم همین کلیپ به همه بسیار مقبول آمد، برای که یک عجایبات چیز آمد که در همین طبیعت خودمون ثبت کردیم. همین کلیپ رو سبزه و درخت و همین خوش رو آرزوی من همین است که آرزوی دیرینه من است که همین در همین سال 2015 یک همین کنسرت خودم رو تشکیل کنم برای مخلصان خودم. آسمان معبد جان است، بیا دف بزنیم، خانه عشق کلان است، بیا دف بزنیم، لحظه ها جاری مستانه رود است اینجا، لحظه ها جاری مستانه رود است اینجا، هرچی موج است روان است، بیا دف بزنیم، هرچی موج است روان است، بیا دف بزنیم، دف بزنیم، دف بزنیم. سال نو همش مبارک باشد. سبدی ثانیه ها را همه مستی پر کن که زمین مستی زمان است، بیا دف بزنیم، مشبی پیری محبت تربی بیداری است، زاهدی خفته جوان است، بیا دف بزنیم، دف بزنیم، دف بزنیم. آسمان معبد جان است، بیا دف بزنیم، خانه عشق کلان است، بیا دف بزنیم. ترانه دف بیزن از نمونه‌های خیلی زیبای ترانه‌های زمانوی تاجیکی است. ضمناً سال 2014 حضور آوازخوان‌های تاجیک در صحنه‌های فارسی زبان دنیا بیشتر شد. آوازخوان‌های تاجیک شبنم سریا و فرزانه خورشید برنده جایزه بیگ اپل اواردز در آمریکا شدند و یکی از اشخاصی که پیوسته در امر تبلیغ آهنگ‌های تاجیکی در جهان تلاش می‌کند پرودوسر موسیقی بهروز زیورف است. سال 2014 یک سال خاطرمان بود. یکی از موفقیت‌ها در آن بود که ما با تلویزیون موسیقوی PMC پرسن میوزیک چینل شرطنامه بستیم و در آنجا کلیپ‌های بهترین آوازخوان‌های استرادای تاجیک پخش می‌شوند و یکی از بردباری‌های اساسی میباشد در سال 2014. با بودن بسیار کنسرت‌ها در خارجه، یکی از جایزه سپاری کلانترین در جهان است که بیگ اپل میوزیک اواردز بود. فرزانه خورشید، فریدون خورشید، شبنم سریا اشتراک کرده بودند. این هم یکی از موفقیت‌های خیلی خوب است. با رادیوها، با تلویزیون‌های جهانی کنترکت‌ها داریم بستیم. در سال نو، سال 2015 میخوام با شما آرزو نمایم در عائلتان دائما خوشبختی باشد، برار، کامیابی ها و از همه اساسی ترین این سلامتی می باشد. سال 2015 مبارک باشد. سال نو 2015 هم برای همه ما یک سال خوب و پربار و موفق شود. با فکرم این را ستاره شناسان هم وعده می‌دهند. طاهر، من این چیزها را خیرمان واقعا درست نمیفهمم، ولی از روی خوانده هایم در اینترنت سال نو
سال گوسفند است و در سلسله سالگردانی مولجر در هشتم بوده و میگویند باید یک سال آرام و بخاصیت باشد. باز هم شنیدم که میگویند آنهایی که در آرزوی تولد فرزند هستند حتما به نیتشان میرسند. کودکانی که تولد میشوند استعداد خوب در رشته های فرهنگ و هنر و ادبیات نشان خواهند داد. آمین. چی پیشگویی های جالبه؟ پس نسل نو خوب ادیبان تاجیک تازه به دنیا می آید؟ بیایید حالا ببینیم در تاجیکستان درباره خاصیت های نیک و بد سال گوسفند چی میگویند. همکاری ما سریناز روح الله این موضوع را دنبال کرده است. این گوسفند که به گفته چوپان‌ها نوعی قراقلی است، در چراگاه‌های ناحیه شهر توس پرورش می شود. عمر میانش 12 سال، عیناً مثل سالشماری استرولوژی بوده، از جانوران آرام طبیعت به حساب می رود. مطابق اقلیم مودا این قراقلی بسیار گوسفند این خیلی قراقلی فهمید دوره میشه ما اساس استوریش دامو که همین استوری خدی مثال مطابق شده همین اقلیم ما به هوای با کرسی سر خورد داریم. این جانور شاید نداند که سال 2015 سال اوست و از روی تقویم مولجر نوبتش بعدی سال اسبی چوست و چولک و زحمتکش و پرکار می آید. پیشگویی ها این است که سال نو هم عیناً مثل خودی گوسفند باید آرام و کم تشویش و با برار شود. آنهایی هم که در سال گوسفند زاده می شوند به قول ستاره شناسان آرام و با تمکین و آسوده و فارغ بال هستند. فاضل رحیموفی 59 ساله ساکن دهه چهارباغ ناحیه رودکی 20 سال گوسفند پروری می کند. خودش هم در سال گوسفند تولد شده است. ما هم شغل شوخ کم کم گوسفند کم کم شوخ هست. شوخ انا اون طبیعت با کسی ما کار ندارم هر کم اون طرف کارش میگم میرم کسی کار ندارم چیکار میکنم نفرایی که مثلا زیر موچلی همین گوسفند تولد شدن بیشتر بوکی ها مثلا زبان میابانو بوکی ها کمتر یک نمیتونن مناسبتی خوب کرده. با فکر میگم همین سالایی که آدمایی که گوسفند سالشون بسیارشون با همه انسانا با فکر یگن انا مطابق میشم مثلا برای که باید خیلی آرام طبیعت است باید با اون خیلی خصلت‌ها بدو مثلا بدی نمیخواه. ضمناً سال گوسفند همان سالی است که خانواده‌های بفرزند حتما صاحب کودک میشوند و خانه‌شان آباد و شاد میگردد. پس شما هم به آرزوهای خود برسید. عزیزان هواداران رادیوی آزادی. و یک دوست قدیمی رادیو آزادی بیژن محمود است. دانشگاه نبراسکای شهر آما هم از ایالات متحده آمریکا سال نو را با دوستان دیگرش در اینجا پیشواز میگیرد. حالا پیام فرستاده است برای ما و شما. سلام، من بیژن محمود دانشجوی دانشگاه نبراسکای ایالات متحده آمریکا می باشم. باز یک سال دیگر گذشت. خوب بود، بد بود، هر چی بود گذشت. حالا وقتی پیشوازگیری سال نو است. وقتی گشادن یک صحیفه تر و تازه در کتاب حیاتی ماست. از این سبب از مؤلفی آن کتاب حیات خواهان آنم که آن صحیفه پر از پاکی باشد، پر از وطن دوستی و صلح و امانی باشد، که آن صحیفه عدالت پرستی باشد. فرارسی سال نو را به کل تاجیکستانیان و مخصوص به آن دویی که جانم نصیب کردند مبارکباد میگویم. آباد باشید. تشکر بیژن عزیز. سال نو شما هم مبارک شد. و حالا برای شما مخصوص از شهر نیویورک آوازخوانی آوازدار و سابقه‌دار تاجیک هنرمند دسته آوازدار گلشن مغفرت همراه‌قولова آمده است. Прежде всего хочу поздравить своих земляков с наступающим Новым годом. Хочу пожелать всем здоровья, благополучия и успешных замыслов в Новом году. تشکر و سال نو شما مغفرت عزیز باری دیگر مبارک شود. در همین جا برنامه سال نو رادیوی آزادی هم خاتمه می‌یابد. همه ما را سال نو در پیش است و من آرزو دارم که این یک مرحله خوبه برای آغاز تازه و موفقیت‌های نو برای هر ساکن تاجیکستان شود. و امیدواریم که در سال نو هم در کنار رادیو آزادی میمانید تا آخرین خبرها را از حیات وطن از رادیوی ما بشنوید و هیچگاه بی‌خبر نمانید.
بابادم و یارم را تنها و بهارم ای دل